سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به آریا تک 26. امروز میخوام در مورد برنامه تانادا باهاتون توضیح بدم. این برنامه تانادا چه استفاده میشه. امروز میخوام برنامه تانادا رو بهتون نشون بدم که و چگونه میتونید از این برنامه تانادا برای خود استفاده کنید و استفاده خوبی با این برنامه تانادا داشته باشید. خب این برنامه تانادا بسیار قابلیت‌های بسیار خوبی داره. شما میتونید این نوشته هایی که میتونید به تبدیل به سه‌بعدی کنید و با بسیار چیزهای خفن استفاده میتونید بکنید. من امروز میخوام این آموزش رو به شما توضیح بدم و شما میتونید نگاه کنید و این حتی میتونید ازش برای لوگو استفاده کنید، لوگوهای خفن، و میتونید بنرهای خفنی برای کامپیوترتون بسازید یا برای موبایلتون یا برای یوتیوب کانالتون. امروز من اینو میخوام بهتون نشون بدم که چجوری شما میتونید یک نوشته سه‌بعدی برای خودتون درست کنید یا برای لوگوتون. امروز میخوام بهتون نشون بدم. در قسمت اول من یک قسمتی شروع کرده بودم و واسه خودم یک کانال درست کرده بودم. یک نوشته کانال یوتیوب خودم رو سه‌بعدی کردم. هم در شما مشاهده میکنید که این کانال من این کانالی که نوشتهش چقدر سه‌بعدیه و چقدر زیبا و با تمام بک‌گراند بسیار خوبیه، میتونید استفاده کنید. خب دوستان عزیز، اولین که شروع میکنیم میریم داخل نیو، میخوایم کار جدیدمون رو شروع کنیم. بعد شما میرید داخل اشتوک فوتو یا بک‌گراند، یعنی پشت زمینه رو چه پشت زمینه‌ای باید انتخاب کنید. شما میتونید اینجا کلاً 1000 تا عکس یا پشت زمینه اینقدر زیاد داره که میتونید ازش استفاده کنید. بعد شما یکی از همینها رو میتونید انتخاب کنید برای خودتون و ازش استفاده کنید. من امروز از این بنر خیلی خوشم اومده و میخوام امروز استفاده کنم از این یکی. خب روش شما فقط کافیه روش اوکی بزنید، بعد میاد بالا و شما میتونید حتی تایمر ویدیوتون رو بیشتر کنید یا اینکه دوست دارید تایمر ویدیوتون بیشتر باشه. من تایمر ویدیومو همیشه روی 60 دقیقه میذارم که بتونم روش بهتر مسلط باشم. خب بعد از این داخل این قسمت میرم. بعد شما داخل تکست میرید و میخواید یه چیز رو بنویسید. در این قسمت بهتون توضیح میدم که شما میتونید یه تکست خوب بنویسید. من مثلا میخوام تست لاف بنویسم. خب این تست لاف روش کلیک میکنید. حتی میتونید صفحه‌شو بزرگ، کوتاه و انتخاب کنید یا کوچیک یا بزرگ. و شما تو این قسمت میتونین مثلا این انتخاب کنین نوشته‌تون آتشی بشه، یا تو این قسمت میتونید این انتخاب کنید که نوشته‌تون
تبدیل به شهر یا سیتیشه، یا من از همه بیشتر خیلی خوشم میاد از این یکی. خب شما میتونید حتی برای رقص هم استفاده کنید. خب بعد شما وقتی اینو انتخاب کردید میتونید توی قسمت کار برید و رنگش رو انتخاب کنید و چه رنگی رو دوست دارید. من بیشتر این فونت رو دوست دارم چون این فونت واقعا این فونت ها خیلی قشنگه. میتونید بیشتر کنید نورش رو، رنگش رو بیشتر کنید، جلوهش رو بیشتر کنید و نوشته رو یه ذره بزرگتر کنید. بعد تو این قسمت میرید که چگونه آمیناسیون یا امینیشن بسازید اینو، یا حرکت. من از این حرکت انتخاب میکنم. شما میتونید یه حرکت خوب انتخاب کنید، مثلا اینو انتخاب میکنم، بسیار حرکت خوبیه. یا اینکه شما میتونید هر حرکتی که دلتون میخواد ازش استفاده کنید و ببینن چه بسیار حرکت های بسیار مختلفی داره. تایتل 1، تایتل 2، یا اینو انتخاب میتونیم بکنیم. خب بعدش میریم توی قسمت که بتونیم سمت راست یا سمت چپ حرکت بدیم. شما میتونید سمت راست یا سمت چپ حرکت بدید، یا تو این قسمت میتونید سمت بالا به پایین، سمت بالا به پایین هم میتونید، یا اینکه عمودی افقی هم میتونید استفاده کنید ازش. خب من این قسمت رو و اینا یه ذره بسیار بزرگش میکنم که بعد شما میتونید این قسمت هم یا این قسمت. خب بعد شما میتونید هم فونت های مختلفی استفاده کنید. مثلا من از این فونت خوشم میاد استفاده میکنم، یا شما میتونید از این فونت استفاده کنید یا از این فونت هم میتونید استفاده کنید. خب اون دیگه به شما سلیقه شما را. خب من از این فونت خوشم اومده و یه قسمتشو میارم سمت بالا و یه خورده بزرگش میکنم و دوباره میرم. خب اینجا میتونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید، آبی یا زرد، یا میتونید دوباره ما میریم تو قسمت شاتن یا سایه. شما میتونید سایه‌شو میتونید زیاد یا بزرگ کنید، یعنی که یا مثلا یا مثلا سایه‌شو یه ذره خوبه. بعد خب قسمت و همین انتخاب میکنم یه ذره سایه‌شو خوبه سایه‌ش. خب بعد شما میتونید به این فرم ها اینو تبدیل کنید.
یا این فرم یا این فرم یا این فرم یا هر فرمی که شما دوست دارید میتونید استفاده کنید. من این فرم رو دوست دارم استفاده میکنم. میتونید یه قسمتش خب این خوبه الان عالی عالی. خب بعد خب شما وقتی کلا کارتون که تموم شد شما میتونید تو این قسمت سیف میتونید سیوش کنید، یا دوست دارید تبدیل به ویدیو یا تبدیل به عکس. من دوست دارم تبدیل به عکسش کنم و شما میتونید تبدیل به عکسش کنید یا تبدیل به ویدیو. من تبدیل به ویدیو میکنم اینو. بچه ها توضیح داده که لطفاً صفحتون رو یا قفل نکنید یا بیرون نرید، غیر از اون سیو نمیشه. چند لحظه منتظر میمونید تا کارمون به تموم بشه. خب دوباره وقتی کارمون که تموم شد و دوباره میریم تو این قسمت برمیگردیم کلا، بعد میزنیم روی دومی میزنیم سیف. اوکی. بعد شما میتونید کارتون رو برید داخل. خب دوستان عزیز خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. بعد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید برای ویدیوهای جدید. تا ویدیوهای جدید، خداحافظ و خدا نگهدارتون.